دوستان، خدای ادیان چی موجود جالبی است. شیطان را گفت بغیر از من به آدم سجده کو. خب شیطان میدانست خدا لیاقت سجده نداره، ما به آدم چرا باید سجده کنم؟ انکار کرد که من نمیخوام سجده کنم. یعنی شیطان به این اندازه محبت با خدا داشت که نمیخواست برش چی کنه؟ از یک نگاه خیانت و از نگاه دیگه به غیر الله سجده کنه. بعد شیطان به جرم این که موحد است و به یگانگی خدا تنها باور داره و کسی دیگه سجده نمیکنه، کسی دیگه را لایق سجده خود نمیدانه، از عرش رانده میشه. بعد از رانده شدن شیطان خدا پشیمان میشه. 124,000 پیامبر نلغه و نانلغه میفرسته که بشر را دعوت بتونن به سنت شیطان. یعنی چی؟ یعنی اینکه تنها خدا است که باید برش سجده کنیم. و جرم شیطان امروز برای بشر معادل است به رفتن به بهشت. شیطان با او عمل از عرش پایین میفته، اما بشر با او عمل به سینه حوری میرسه. خدا نه تنها با بشر، با شیطان هم خائن بوده، با شیطان هم خیانت کرده و شیطان را به جرم ای که حب داشته به خدا و دوستش داشته، موحد بوده، از خود دور کرده. چی دوست خائنی؟